أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم، در اقسام توحید ما شما خواندیم که توحید به 3 بخش تقسیم میکردیم. علما تقسیم کردن 3 بخش اساسی. گفتیم که یکی توحید ربوبیت است که او را توحید افعال هم میگن، و قسم دومش توحید الوهیت که او را توحید عبادت و اطاعت میگن، و قسم سومش توحید اسما و صفات است. ما و شما در هفته گذشته توحید ربوبیت قسم اول خلاص کردیم و ان شاء الله در این درس شروع میکنیم به توحید الوهیت. و توحید الوهیت قسم دوم از اقسام توحید است. کلمه الوهیت، خود الوهیت هم میگن در لغت از اله گرفته شده، و اله در زبان عربی معبود میگن. اله در زبان عربی چی را میگن؟ معبوده. و معبود کی هست؟ کسی که بلند بگوین، کسی که بسیار مهم فرمول است، ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. این رو باید یک تا اینجا بین بگوین. معبود کسی رو میگن که ذاتش عبادت شه و قانونش تطبیق شه. بسم الله الرحمن الرحیم. معبود کسی را گفته میشه که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. معبود کسی را گفته میتونیم کسی که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. معبود کسی را میگن که ذاتش عبادت شه و قانونش تطبیق شود. ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. معبود کسی را گفته میتونیم که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. اینا اله به معنای معبود شد. اله کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. از این خاطر باز ما شما پسان که کلمه را تشریح میکنیم باز میگیم که چرا لا اله میگن. نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از کی؟ الله جل جلاله. خب بازی رو میگیم. خب از این خاطر عرب ها اله اونمون کسایی را که پرستش میکردن میفتن ما اینمی را عبادت میکنیم و قانونشان را تطبیق میکنیم، از این خاطر این را اله میگفتن. و جمع اله آلهه میگفتن. چی میگفتن؟ آلهه. و صاحب لسان العرب، یکی از دیکشنری های بسیار بزرگ عربی هست، او میگه جمع اله آلهه می باشد. بتها را آلهه می گفتن. چرا؟ زیرا عقیده داشتن که آنها مستحق عبادت هستند. پس کسی که مستحق عبادت است و مستحق ازی هست که قانونش بالای مخلوقات تطبیق شود، او را اونا اله می گفتن. درست است نه؟ از این خاطر توحید الوهیت، بس کلمه الوهیت از چی گرفته شده؟ از اله گرفته شده. و اله به معنای چی است؟ به معنای کسی که ذاتش چی میشه؟ عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. خب اینال الوهیت در اصطلاح چی را میگن؟ بسیار ساده هست. الوهیت در اصطلاح یگانگی الله سبحانه و تعالی در تمامی عبادات. یگانگی الله سبحانه و تعالی در چی هسته؟ در تمامی عبادات. چی معنی یگانگی؟ یعنی فقط تمام عبادات برای از او ادا شود. و یگانگی الله سبحانه و تعالی در تشریع. تشریع چی معنی؟ یعنی قانون سازی، شریعت سازی، حلال حرام، جایز ناجایز، خوب و بد، این تشریع میگن. کی تعیینش میکنه؟ الله تعیین میکنه. پس
الله الوهیت در چه قسم تعریف میکنیم در اصطلاح؟ یگانگی. بگوین یگانگی الله سبحانه و تعالی در تمامی عبادات. و یگانگی الله سبحانه و تعالی در صلاحیت تشریع. فهمیدین نه؟ یگانگی الله سبحانه و تعالی در چی؟ در دو چیز شد. نه یکی در تمامی عبادات، او تو نشه که یک عبادت برای الله انجام بدی، نماز به الله بخونی، نظرت باز بری برای یک مخلوق بکنی. این باز عادت بت پرستا هست. پس توحید الوهیت چی است به نزد مسلمان ها؟ که تمامی عبادت ها را برای کی بکنی؟ به الله سبحانه و تعالی. و یقین داشته باشی به یگانگی الله که فقط الله صلاحیت تشریع را داره. او بر ما خوب، بد، جایز، ناجایز، حلال و حرام تعیین میکنن. علما قانون الله را تشریع میکنن، شرح میکنن، توضیح میکنن. اما یک عالم نمیتونه که از دل خود چیز را حلال بسازه و یا حرام بسازه. حتی پیغمبر بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفته شد که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، چرا چیزی را که الله حلال کرده تو حرام میکنی؟ یا برش گفته شد که یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک، الله برش میگه که ما برای تو خانم‌های تو را حلال ساختیم. پس انال حلال ساختن و صلاحیت ازی فقط مربوط به کی میشه؟ الله میشه. انال الوهیت در اصطلاح چی را میگن؟ یگانگی الله سبحانه و تعالی به چی؟ که تمامی عبادت برای او انجام داده شود. و دوم یگانگی الله سبحانه و تعالی در ساختن قانون و شریعت. صحیح شد نه؟ اینو یاد گرفتین؟ کی یاد گرفتین؟ چه بگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف الوهیت در اصطلاح به معنی از که یگانگی الله سبحانه و تعالی در تمامی عبادات و همچنان در یگانگی الله سبحانه و تعالی در تشریع قانون سازی. به خاطر که هر عبادت که نام منیس عبادت باید به الله سبحانه و تعالی شد، چون اون قابل عبادت است. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید الوهیت یعنی تمام عبادات ما خاص به الله سبحانه و تعالی باشه. و دیگه دومش صلاحیت شریعت یا قانون خاص از جانب الله جل جلاله است. اینال ایران فهمیدیم توحید الوهیت چند نام داره، نامهاش باید بفهمیم. چند نام داره؟ نام اولش این است که ایره توحید الوهیت میگن. چرا؟ به خاطر ازی که الوهیت چی است؟ افراد الله به جمیع انواع العبادت. ایره میگن به خاطر ازی توحید الوهیت میگن که تمام عبادت ها مخصوص الله میشه. پس الوهیت، توحید الوهیت چی را میگن؟ نظر به الله سبحانه و تعالی. وقتی که به طرف خالق نظر میکنیم میگیم این توحید الوهیت است. چرا؟ به خاطر که تمام عبادت ها فقط بر کی میشه؟ بر الله میشه. از این خاطر توحید چی میگن؟ الوهیت میگن که تمام عبادت ها و تمام شریعت و تشریع و قانون که است مخصوص از او هست. از این خاطر چی میگن؟ توحید الوهیت. بناهن نظر به ای که عبادت مخصوص خالق است، این توحید چی میگن؟ الوهیت میگن. این یک نامش است. دومش توحید عبادت میگن. چرا توحید عبادت میگن؟ نظر به مخلوق، نظر به خالق توحید الوهیت میگن، نظر به مخلوق چی میگن؟ توحید عبادت. چرا که تمام عبادت ها را مخلوق برای کی میکنه؟ برای الله میکنه. اینه از این خاطر توحید الوهیت هم میگن. و دیگه توحید چی میگن؟ نام دومی چی هست؟ توحید عبادت است. سوم میره توحید عملی میگن. توحید چی میگن؟ عملی میگن. چرا توحید عملی میگن؟ که یکی است که مثلا توحید است که سابق ربوبیت، این است که انسان به زبان اقرار میکنه، در قلب خود رو چی داره؟ باور داره. او اقسام که در زبانت میگی و در قلب تو رو تصدیق میکنی. اما این توحید عملی میگن. چی معنی؟ که این تنها به اقرار به زبان و تصدیق به قلب اکتفا نمیکنه، بلکه عملا باید تو به الله عملا عبادت های برای الله بکنی، عملا باید قانون الله را سر تطبیق بکنی. این توحید چی میگن؟ عملی میگن. این سومی نام شد. چهارمیش این توحید اطاعت میگن. چرا توحید اطاعت میگن؟ به خاطر ازی که
فقط از الله در قانونش اطاعت میشه. فقط از کی؟ از الله در قانونش چی میشه؟ اطاعت میشه. پس ما گفتیم که چند نام داره توحید؟ 4 نام. نام اولش چی است؟ الوهیت. دومش عبادت. سومش توحید عملی. چهارمش توحید اطاعت. برادر کل زندگی مسلمان دینمی میچرخه. اینه که نفهمی که همین روزی 150 رکعت هم نفل بخوانی در دوزخ میری. اینه که نفهمی. اگه اینه که فهمیدی 2 رکعت نماز بخوانی، 2 رکعت نماز به اندازه 150 رکعت برات اجر پاداش داده میشه. چرا؟ به خاطر ازی که عقیده هست که عمل تصحیح میکنن. پس نامای توحید گفتیم 4 نام داره. یکی توحید الوهیت، دوم عبادت، سوم توحید عملی و چهارم توحید اطاعت. خب توحید انال نظر به ای که عبادت مخصوص الله هست، پس این توحید چی میگن؟ الوهیت میگن. سیزده چون عبادت قانون مخصوص عزیز، این چی میگن؟ توحید. آفرین. توحید عبادت چرا میگه؟ به خاطر که نظر به بنده، وقتی که بنده عبادت میکنه اینمی قسم به اساس زمین توحید عبادت میگه. توحید چی میگن؟ عبادت میگن. آفرین. و سومش چی بود؟ توحید عملی چرا میگن؟ که تنها به اقرار و زبان و تصدیق بالقلب کافی نیست، بلکه عملا تو باید عبادت های تبرکی بکنی به الله بکنی و عملا باید قانون الله را سر تطبیق بکنی. این شد این عملی. و چهارمش توحید اطاعت. چرا توحید اطاعت میگن؟ که قانون الله در این توحید تطبیق میشه. کی میتونه بر ما بگیم شه؟ آفرین. توحید الوهیت 4 قسم است که اولش توحید 4 قسم دارد. اولش توحید الوهیت، دومش توحید عبادات، سومش توحید عملی، چهارمش هم توحید اطاعت. به خاطر توحید الوهیت میگیم که به الله جل جلاله نظر میگیم و توحید عبادت به خاطر میگیم که الله جل جلاله به عبادت بندش نظر میکنه. به خاطر اینکه توحید عبادت مخصوص الله سای نظر به بنده و توحید عملی به خاطری است که تنها به زبان گفته نمیشه، عملا انجام میدیم. و توحید اطاعت به خاطر میگیم که اطاعت میگیم از اوامر خداوند، بغیر از خداوند از هیچ کسی اطاعتش جایز نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. در تعریفات توحید الوهیت ما گفتیم 4 تعریف داره. یکیش توحید الوهیت است، یعنی به معنی از این که وقتی که نظر الله به بندش میشه، یعنی به این معنی که وقتی که ما در این توحید به طرف خالق نظر به این که این عبادت مخصوص خالق است، این توحید الوهیت میگن. به خاطر که عبادت مخصوص خالق است. بگو. بله، به خاطر که عبادت مخصوص الله سبحانه و تعالی است. و دوم توحید الوهیت میگه. و دوم نظر بنده به الله، یعنی بنده نظر به طرف مخلوق به خالق خود میکنه. این توحید عبادت میگن. توحید عبادت میگن مخصوص الله. بله، چون بنده عبادت میکنه و باید عبادت خود به الله سبحانه و تعالی کنه. و سوم توحید عملی است، یعنی تنها به زبان گفتن نه، بلکه الله سبحانه و تعالی میخواد که ما عملا عبادت از او کنیم، نماز بخوانیم، روزه بگیریم، انفاق کنیم، توحید سر خود تطبیق کنیم. و توحید چهارمیش توحید اطاعت است، یعنی ما باید عملا از قانون و شرایطی که الله سبحانه و تعالی به ما نازل کرده، ما باید از او اطاعت و پیروی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید اولویت 4 نام داره که اولش توحید الوهیت است که نظر به خالق، بلکه اطاعت عبادت مخصوص الله است. و دومش الوهیت عبادت است که عبادت تمامش به خاطر الله جل جلاله است، چون مخلوقات عبادت خدا به الله میکنن، بله نظر به مخلوق توحید عبادت میگه. و عملی است و توحید عملی به خاطر ازی است که انسان ها عملا به موحد باشه و عملا نماز روزه ادا بکنه، چیزی را که الله جل جلاله امر کرده. چهارمش توحید اطاعت است که تماما اوامر الله جل جلاله را باید اطاعت بکنیم. حالا که نام های توحید یاد گرفتیم، حالا میریم سر معنای لا اله الا الله. امی لا اله الا الله
ایناله در لا اله الا الله فکرتان باشه که داری دو بخش است. در لا اله الا الله دو بخش است. یک بخشش نفی است. لا اله، نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شد. نیست هیچ کسی که مستحق عبادت باشه. نیست هیچ کسی که او معبود ما باشه. فهمیدین؟ اول باید چی کنی؟ نفی کنی. اول چی کنی؟ نفی کنی. ایناله در اینجا میگه دو چیز اساسی نفی میشه. در لا اله چی نفی میشه؟ دو چیز اساسی. یکی تمام معبودانی که بغیر از الله عبادت میشه ایره باید نفی کنی. اگر بت است، اگر ملائکه هست، اگر پیغمبر است، اگر جن است، اگر درخت است، اگر نبات است، اگر سنگ است، هر کسی که عبادت میکنه انسان موحد باید اول هر چیزی که بغیر از الله عبادت میشه رو چی کنی؟ نفی کنی. چند چیز نفی میکنیم؟ دو چیزه. اول هر کسی که و هر چیزی که بغیر از الله عبادت میشه رو باید چی کنی؟ نفی کنی. میگی لا اله، یعنی نیست هیچ کسی مستحق عبادت. نفی میکنی. و دیگه چی عبادت میکنی؟ نفی میکنی. و باید کافر شوی، باید کافر شوی با تمام کسانی که قانونشان بغیر از قانون الله تطبیق میشه یا قانون ساختن بغیر از قانون الله. دو چیزا باید نفی کنی. کسایی که بغیر از الله عبادت میشن و کسایی که بغیر از الله قانون ضد قانون الله میسازن. فهمیدین یا نه؟ از این خاطر خوب دقیق باشین. این گپا کلمه هر کس میخونه، خب اما معنای کلمه را هر کس یاد نداره. از این خاطر معنای کلمه را که نفهمید در مشکل مبتلا میشه. ایناله در لا اله چی را نفی کردی؟ دو چیزه. یکی معبودان باطله و یکی قانونگذاران باطله. چند چیزه نفی کردیم؟ معبودان باطل و قانونگذاران باطله. لا اله معنیش ازمی هست که نیست هیچ کسی که مستحق عبادت باشه و نیست هیچ کسی که مستحق قانونگذاری باشه. باز از این نوبت چی میرسه؟ اثبات میرسه. الا الله، بغیر از کی؟ بغیر از الله. اینا رو الا الله دو چیز اثبات میشه. دو چیز نفی شد، دو چیز چی میشه؟ اثبات میشه. در لا اله الا الله معبودان باطل، هر کسی که بغیر از الله عبادت میشه او رو باید نفی کنی. دوم قانونگذارای باطل، هر کسی که قانون بغیر از الله قانون ساختن، تمام این قانون سازای باطل باید چی کنی؟ نفی کنی. معبودان باطل و قانون سازای باطل. و در الا الله دو چیز اثبات میکنیم. یکی عبادت فقط برای الله ثابت میکنی که مستحق عبادت الله هست و دیگه اطاعت مخصوص الله هست، اطاعت از قانونش. پس فقط به الله عبادت میکنیم، فقط از قانون الله در حلال، در حرام، در جایز، ناجایز، خوب و بد، در او از اطاعت میکنیم. واضح شد یعنی؟ از این خاطر در آیت قرآن چی میگه؟ میگه فمن یکفر بالطاغوت. هر کسی کافر به چی شد؟ طاغوت. طاغوت کی رو میگن؟ سعی کنین طاغوت چی رو میگن؟ میگه طاغوت کسی که میخواه بر از او عبادت شوه. هر کسی که میخواه بر از او مردم سجده کنه او طاغوت است. هر کسی که میخواه مردم میگه بیاین بر من رکوع کنین، اینمی نفر طاغوت است. هر کسی که میگه بیاین قانون مرا تطبیق بکنین به ضد قانون الله، اینمی طاغوت است. فهمیدین یعنی؟ از اینکه
آیت قرآن میگه که فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت و یؤمن بالله و ایمان به کی بیاره؟ یعنی اول باید به کی کافر شوی؟ به طاغوت. از این خاطر میگه اول نفی است، باید به معبودان باطل و قانونگذارای باطل اول باید چی شوی؟ کافر شوی. پس ایره میگن فمن یکفر بالطاغوت و در آیت دیگه قرآن باید چی میگه؟ فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، کسی که به طاغوت کافر شد باز به الله ایمان آورد، فقد استمسک بالعروة الوثقی، اینمی نفر است که به قرآن تمسک ورزیده. یعنی یکی مسلمان افغانی است، یکی مسلمان قرآنی است. مسلمان قرآنی را الله چه قسم معرفی کرده؟ که اول باید به طواغیت چی شوی؟ کافر شوی. به قوانینی که غیر الله می سازن. طاغوت گاهی یک شخص می باشه. فرعون طاغوت بود، هامان طاغوت بود، شداد طاغوت بود، نمرود طاغوت بود، لینن طاغوت بود، مارکس طاغوت بود، ژان ژاک روسو طاغوت بود. طاغوت‌های قدیمی و طاغوت‌های معاصر. همه یکفر بالطاغوت. این طاغوت گاهی فرد می باشه، گاهی طاغوت یک حزب می باشه، حزب سوسیالیستی، حزب دموکراتیک، حزب خلق، حزب پرچم، حزب شوله‌ای، حزب نشنالیستا، حزب فاشیستی، حزب لیبرالیستی. این احزاب طاغوتی است و گاهی در شکل یک اندیشه و مکتب سیاسی می باشه. مثلا یک اندیشه است، یک مکتب است. مثلا میگن که مارکسیزم، لینینیزم، سوسیالیزم، نشنالیزم، فاشیزم. متوجه شدین؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، اول باید به طاغوت ها چی شوی؟ کافر شوی. و یؤمن بالله، بعد از او مؤمن به الله میشه. از این خاطر سعی کنین فرق است بین دو جمله. دو جمله را چه قسم میتونیم در بینش فرق بکنیم؟ هر کس که بین از این دو جمله فرق کرده تانست او از معنای کلمه را خوب میفهمه. یک جمله هست، مثلا من میگم که پدر قیام الدین چی نام داره قبلگاهیت؟ استاد جمال الدین. خیلی دو جمله رو من براتون میگم، هر کس ببینم که هر کسی دو جمله رو فرقش فهمید باز معنای کلمه رو صحیح میفهمه. اگر یک کسی برای من تلفن کنه، امیال زنگ بزنه، من تلفن بگم که بله سلام علیکم، خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ بفرمایید. استاد جمال الدین در مسجد هست. چی گفتم؟ آفرین. خب یک جمله شد. جمله دومی گفتم که بله صاحب سلام علیکم، هیچ کسی به غیر استاد جمال الدین در مسجد نیست. What is the difference between two sentences؟ در بین دو جمله چی فرق است؟ آی سبریاله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ای که بر استاد زنگ میه و پرسان میشه از استاد که استاد جمال الدین در اینجا است، استاد میگه بله است. و باز اگه زنگ به این معنیشی است که استاد جمال الدین که هست دیگه کسام است، دیگه کسام است که مثلا امیال فعلا ما شما هم هستیم با استادم است. و این که زنگ میگه که استاد جمال الدین است، استاد میگه دیگه کس نیست. معنی از این است که تنها استاد جمال الدین در اینجا تشریف داره، دیگه هیچ کسی نیست. این معنیش به حساب عبادت خداوند است که ما در عبادت. استاد جمال الدین در مسجد است. این جمله اول بود. یعنی به معنایش است که با وجودی که استاد جمال الدین در مسجد است، دیگران هم در مسجد موجود هستند. و جمله دومش که تنها استاد جمال الدین در مسجد است، یعنی اینجا خاص شد.
یعنی بجز استاد جمال الدین شخص دیگه در داخل مسجد وجود نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. فرق بین این جمله است، جمله اولی است که استاد جمال الدین در مسجد است، یعنی امکان داره که بعض اشخاص دیگه هم در مسجد باشه. و جمله دومی که فقط استاد جمال الدین در مسجد، یعنی تنها این مختص به استاد میشه که در مسجد است و امکان شخص دیگر وجود نداره. مشرکین میگفتن که الله را عبادت میکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمد برشان گفت که هیچ کسی را بغیر از الله عبادت نمی. مشرکین چی میگفتن؟ الله را عبادت میکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برشان گفت که نه، کلمه ما مسلمانان موحدینی است که هیچ کسی را بغیر از الله عبادت نمیکنیم. این حال بین از دو جمله میتونید بگین چی فرق است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مشرکین که در صدر اسلام بودن، اونا با این عقیده بودن، میگفتن که با وجود از این که ما عبادت میکنیم بت‌های خداوند هم عبادت میکنیم و جمله شانی بود که ما نعبد الله، ما الله را عبادت میکنیم. یعنی به این معنی که تنها خاص الله را عبادت نمیکنیم، در پالی از این که الله را عبادت میکنیم خو نظر خدا، عبادات خدا، قربانی خدا هم به بت و بلات و منات و عزا میکنیم. و در آیت قرآن پاک میگه که مشرکین میگفتن که و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها را عبادت نمیکنیم مگر اینکه ما را وسیله به الله میرسانه. به این معنی که بخش از عبادت به اینا ما تخصیص میدیم، بر علاوه از اینکه به الله عبادت میکنیم. اما مسلمانا و حضرت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم براشون گفت که خداوند میگه که شما بگویید مسلمانا که ایاک نعبد، یعنی فقط خاص الله را عبادت کنین. هر آن چیزی که من لیس عبادت است فقط به الله سبحانه و تعالی شود. در عبادت 99.9% هم اگر به الله شود و 0.5% هم به غیر الله شود، بازم در عبادت مسلمان نواقص به وجود آمد. بنابراین فرق کلی اینجا آمد که مشرکین میگفتن که ما عبادت میکنیم نعبد الله نعبدک، اما مسلمان ها میگفتن که ایاک نعبد. یعنی فرق جمله پیشتری که استاد گفتن، امی مشرکین میگفتن که ما عبادت میکنیم بت‌های خدا، الله را عبادت میکنیم و بت‌ها را هم در عبادت شریک. اما مسلمان ها میگفتن که جز عبادت خاص الله سبحانه و تعالی است، هیچ مخلوق دیگه نفی میشه. فرق دو جمله نمی است که برادر ما مرز کرد. همه مشرکین مشکلشان دیگه بود که شریک می آوردن به خداوند. یکی ما مشرک میگم به خاطر از اینکه شریک می آوردن و یا آیت قرآن آمده تقریبا که میگه و یقربون الی الله زلفا، همینطور است نیست؟ یا میگه یا ما را یا ما را چیز میسازه، به خداوند نزدیک میسازه. یعنی شرک خواهی است، ولو که اگر بت باشه یا انسان باشه یا کدام چیز دیگه باشه یا زیارت باشه، که هر کسی که همین مفکوره رو داشت او در شرک شامل میشه. و کسی که خاص خدا مسلمان ها خاص ایاک نعبد و ایاک نستعین، و خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو از الله جل جلاله کمک میخوایم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرق به این جمله که مشرکین میگفتن که نعبد الله، ما الله جل عبادت میکنیم، یعنی بعضی بت‌ها و چیزای دیگر ما عبادت می‌کنیم. پیامبر هم گفت که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خاص الله جل عبادت میکنیم و بغیر از الله جل هیچ کس قابل عبادت و پرستش نیست. که و مشرکین میگفتن که لا نعبد الا لیقربونا الی الله زلفا. این حال فهمیدیم نه ما و شما فرق شده؟ از این خاطر سعی کنین ابو جهل، ابو لهب، مشرکین قریش تا 40 سالگی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لقب‌های خوب داده بودند. صادق است، طیب است، طاهر است، امین است. چرا این لقب‌ها چی شد؟ چرا این لقب‌ها تا 40 سالگی بوده؟ بعد از 40 سالگیش گفتن ساحر است، کذاب است، مجنون است، کاهن است. چرا 4 لقب خوب لکس به 4 لقب خراب تبدیل شد؟ علتش چی بود؟ که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا 40 سالگی مکلف به دعوت نشده بود. تا 40 سالگی نمیفهمید که من پیغمبر هستم.
این مردمایی که دروغ میگه که در قنداق میفهمید و چطور میفهمید یا دروغ میگن. خب افراط میکنن. اگر پیغمبر هم در 2 سالگی در قنداق خود یک روز یک کس در یک جای میفهمید این پیغمبر هنوز نه 4 ساله شده بود میفهمید که چرا خیلی وقتی که رسول الله اکرم صلی الله علیه و 4 ساله شد میفهمید، پس چرا تا 40 سالگی چپ آرام شیشته بود؟ از یک طرف توصیفش میکنن، غیر مستقیم چی میکنن؟ تخریب میکنن. از این خاطر امی دوستیای غلط و دروغی اینمی قسم خرابی داره. از یک طرف خوشت میسازه، از یک طرف چی میکنه؟ در چاه میپرتید. صحیح نه؟ یگان ریاکار است. 6 قاشق بوده در گلاست میپرته، از محبت خبر نداره که وقت شکر تا بالا برده. بانو بره در خال بوده خودم میپرتم دیگه. تو چی شاله هستی؟ این حاله. خب رسول اکرم صلی الله علیه و تا 40 سالگی چی میکرد؟ میدید یک کسی به بت سجده میکنه، یکی به لات سجده میکنه، یکی به منات، یکی ذبح میکنه، یکی زیر پای عارس و زیر پای بتها مرغ میکشتن، شتر میکشتن، مثل کال در افغانستان مرغا را میکشن. این صاحب تا 40 سالگی هیچ کسی هیچ چیز نمیگفت. چرا چیز نمیگفت؟ به خاطری که مکلف به دعوت نشده بود. دا اقرأ باسم ربك الذي رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نبوت ابلاغ شد که تو نبی هستی. آیت دیگه که نازل شد که یا ایها المدثر قم فانذر، پیغمبر بر رسالت مکلف شد. فهمیدین؟ اینو میفهمین؟ با کدام آیت به نبوت مکلف شد؟ اقرأ. با کدام آیت بر رسالت مکلف شد؟ یا ایها المدثر قم، بخیز، فانذر، بترسان مردم را، و ثیابک فطهر، لباسایت پاک کو. صحیح شد نه؟ پس هم نبی بود هم رسول. خواه تا 40 سالگی هیچ کس را چیز نمیگه. وقتی که برش گفته شد که بخیز و مردم دعوت بگو، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت شروع کرد. مدت 3 سال دعوت مخفی بود. هر کسی که میدید که انسان با اخلاص است، معقول است، گپ میفهمه، بر از او تشریح میکرد. اما انسان هایی که میفهمید که چیزی است، مقاومت میکنن و میزنن و جنگ میکنن، یارو چیزی نمیگفت. بعد از 3 سال برش گفته شد که فاصدع بما تؤمر، بخیز دعوت تا جهر بساز، برای کل مردم بگو. نبی اکرم صلی الله علیه و برآمد و بر مردم میگفت که ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وقتی که گپ زد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ابو جهل، ابو لهب از ما تو کردن، عربی رو خوب میفهمیدن. صحیح نه؟ اشعار دری که خوب میفهمه کسی که ادبیات دری خوانده. قضای تاریخی رو که خوب تحلیل میکنه کسی که رشتهش تاریخ است. قرآن کی میفهمه؟ کسی که در زبان عربی خوب میفهمه. ولی مردمایی که قرآن لفظش درست خوانده نمیتونه، 30 سال امامت کرده، در 30 سال هنوز فرق بین ذال و زیر فرقش نمیفهمه. والذین آمنوا، این خدا خرابت کنه. 30 سال است والذین، تو تا بالا یک ذال یاد نگرفتی. از همون تنبورچی هم که ایره خدا شرمانده، همون تنبورچی هم که پرسان کنی میفهمه که اینی دنگ میکنه، اینی دینگ میکنه، اینی دنگ دینگ 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 میکنه. صحیح نه؟ امروز اول برای دنگ دینگ دونگ یاد میته. اما ایره خدا شرمانده 30 سال سر دین تجارت کرده، تا بال فرق ذال و زیر کرده نمیتونه. یک روز بعد از یک جای حرکت کردم، گوش میفتیم که باش که کدام یکی صحیح امی قرآن نمیخونم، ما برو پشت سر از جماعت بخونم. از ده مسجد تیر شدم که امی ده مسجد ندیدم که یک کس صحیح قرآن بخونه. یک قسم میخوان، یکی به لهجه یک ولایت میخوان، دیگهش به لهجه دیگه ولایت میخوان، در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انسان مسلمانان چیه که باید قرآن به لحن کی خوانده شود؟ عرب ها خوانده شود. الحمدلله رب العالمین. صحیح؟
این لحن عرب است. خب چرا ابو جهل و ابو لهب تا 40 سالگی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تخلصای خوب داده بودن، بعد از 40 سالگی تخلصای خراب برش دادن؟ چون تا 40 سالگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله تفلحوا، اما روزی که گفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کی خوب عربی را میفهمید؟ ابو لهب، ابو جهل، دیگه ای قریشی ها، یا که عربی را خوب میفهمیدن یا جمع شدن گفتن میفهمی که چی میگه؟ چی میگه؟ بسیار گپ خطرناک میزنه. ما خب میگیم که ما الله را عبادت میکنیم، بتام عبادت میکنیم، یا که دیدن که این قسم است گفتن والله ای خو کل 360 بت چی کرد؟ نه. چون در بین عرب ها یک تعداد مردم به جن ها عبادت میکردن، جن هم چلیپا شد. یک تعداد بر ملائکه عبادت میکردن و هم چلیپا شد. ملائکه هم معبود باطل است، جن هم معبود باطل است، معبود حق نیست. بغیر از الله هر کسی که عبادت شوه معبود باطل است. پیغمبر هم اگر عبادت شوه معبود باطل است، چلیپا. الله گفته نمیشه، مخلوق است. پس دیده گفتن اوه ای محمد چی میگه؟ 360 بت چلیپا کشید در داخل مکه. 2 تا مجسمه هست، یکی مجسمه ابراهیم علیه السلام هست، یکی اسماعیل علیه السلام. او را هم گفت که عبادت نشه. ما به ملائکه عبادت میکنیم، وام عبادت نشه. بعضی سنگ‌ها رو عبادت میکنن، وام نشه. بعضی چوب عبادت میکنن، وام نشه. بعضی قبرها رو عبادت میکنن، رکوع و سجده، وام نشه. صاحب خیسن در مقابل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جنگ شروع کردن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا اندازه که از منطقیش کشیدن. چرا؟ چون اونا میفهمیدن. از این خاطر یک روز یک کس من گفت حالا استاد سر شما اینا فکرتان باشه، اگر رفتی در یگان جای مردم مثلا نظر کردن، صاحب رفتن پیش قبری، نظر شاهد شمشیر است، تو هم یک 2 قاشق قزمو حلوایش خوردی، صحیح نه؟ و اگر مثلا او رفر کار زشت را کرد، تو هم کاش خوردی، تو باز میگن ها خدا صاحب چی خوبه، چی استاد دایی است، بسیار روشن فکر است، بسیار روشن فکر است. اما اگر گفتی که اینمی ناروا است، حرام است، وقت چند تا تخلص برات میتن؟ تروریست هم هستی، اکستریمیست هم هستی، فاندامنتالیست هم هستی، وهابی هم هستی. و خفه به خاطر از این شو که چی است؟ مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از او بسیار خوب میگید، اما وقتی که تبلیغ تشونید در مقابل چی میکنن؟ جبهه گیری میکنن. از این خاطر الله سبحانه و تعالی میگه که بر تمام پیغمبرها بر مسلمان چی میگه؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، الله را عبادت کنین و از عبادت غیر الله بگذرین. اینمی بود درس ما شما ان شاء الله تعالی که لا اله، در لا اله 2 چیز چی شد؟ چند چیز نفی شد؟ یکی پرستش غیر الله، دیگه قانون غیر الله، و 2 چیز در الا الله اثبات شد. چی اثبات شد؟ فقط عبادت برای الله و فقط صلاحیت قانون و شریعت برای الله. امی 4 نقطه را کی برای ما گفته میتونه؟ در کلمه لا اله الا الله اول لا اله